درود میگویم با شما تماشاگران عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. نشر نوبتی برنامه نقطه نظر را در آستانه جشن بین المللی نوروز پیشنهاد شما می‌نماییم و در اینجا در صحبت ما حضور دارند جهان دیده و نیکصفت دو نفر سیاحان ایرانی که همزمان با فعالیت بلاگری نیز مشغول میباشند. در نوبت اول شما را به تاجیکستان خوش آمدید میگویم. نوروزتان مبارک باشد. نوروز شما هم مبارک. طور از نوار صفحه‌های اجتماعیتون برمی‌آید شما الکی مراتبه دوم است که به تاجیکستان آمدید و میگفتید که در مقایسه با مراتبه‌ای که شما در جشن بین المللی نوروز به تاجیکستان آمدید و تاجیکستان را در احاطه تنتنه‌های نوروزی دریافتید، چه تأثیرات خاصه این مراتبه برداشتید؟ این تجربه‌ای که این دفعهمون توی تاجیکستان خب خیلی فرق داشت با دفعه قبلی به خاطر همین نوروز بود. هرچند که دفعه قبلی هم که نوروز نبود باز خیلی زیبا بود، خیلی خوش گذشت، خیلی از معاشرت با تاجیک‌های عزیز و گرم لذت بردیم و همین باعث شد که دوباره هم بیایم و این دفعه هم که برای نوروز اومدیم اصلا دیگه کلاً فهمیدیم که اینجا یکی از بهترین جاهاست برای سفر برای ایرانی‌ها، به خصوص زمان نوروز و نه تنها ایرانی‌ها، تمام فارسی زبان‌ها از هر جای دنیا. و این چند روز واقعا ما اصلا کاملا غرق در انرژی مثبت شدیم. مثلا هیچ تجربه‌ای رو نمیشه باهاش مقایسه کرد. خیلی تجربه زیبایی بوده و جزو بهترین تجربه‌های زندگیمون بوده دیگه به نظر من. منم خیلی سورپرایز شدم، اصلا فکر نمی کردم که انقدر با شکوه برنامه‌های نوروزی اینجا برگزار بشه و خیلی خوشم آمد که خانم‌های تاجیک و آقایون تاجیک با لباس‌های سنتی و همون ترادیشنال محلیشون از جای جای شهرشون میان بیرون و برای همین به مناسبت نوروز با اون لباس‌های چکنشون میان و راه میرن، این ور اون ور میرن، خرید میکنن و این خیلی حس خوبی داشت. کلی توی پارک ها، توی مناطق مختلف سفره هفسین، هفشین و کلی برنامه‌های مفرح بود برای مردم، برای شهروندان و خیلی این به نظرم جذابش کرد. تجربه‌مون رو خیلی خاص و ویژه کرد و واقعا لذت بردم و این چیزی نیستش که ما توی ایران هیچ وقت تجربه کرده بوده باشیم. و یکی دیگه از چیزایی که بر من خیلی خاص و متفاوت بود این بود که ما توی سفره‌مون فقط سفره 7 تا سین میذاریم، اما اینجا 7 تا شین هم در کنارش میذارن که بعد فهمیدیم که خیلی رسم کهن‌تری از نوروز هستش که شما جشن میگیریم و این خیلی خیلی برای ما درس آموزنده و خوبی بود و گفتیم کاش که توی ایران هم همین سبک بتونن دوستان ایرانی عزیزمون، شهروندان مقیم ایران هم بتونن همین جوری جشن باستانیمون رو جشن بگیرن. چون دوی مراتبه است که به تاجیکستان آمدید، میتوانید بگویید که از کدام منطقه های تاجیکستان دیدن کردید و از کجا چی تاثیرات برداشتید؟ این سری که اومدیم رفتیم به منطقه کولاب، چهل دختران و نارک. فردا هم قراره بریم شهر خوجند و سری پیش هم که پنجکنت و اون ناحیه اون طرف آرامگاه رودکی رو رفتیم دیگه، هفت کول، اسکندر کول، از اون مسیر اومدیم تا رسیدیم به دوشنبه. ولی این دفعه دیگه جاهای جدیدی که قبلا نرفته بودیم ما هم تونستیم ببینیم. امیدوارم دیگه یه بارم برگردیم بتونیم بریم پامیر، اون طرفای کوهستان ها. بله خیلی دوست داشتیم پامیر رو هم ببینیم. متاسفانه گفتن خیلی سرده، برفیه، ولی حتما دوباره برمیگردیم تاجیکستان و مناطق دیگه این کشور زیبا رو هم سر خواهیم زد. بله واقعا هم بسیاری از سیاحانی که به تاجیکستان میان زیاد خواهش و آرزوی رفتن به منطقه بدخشان تاجیکستان رو دارن. از همین مکان‌هایی که شما نامبر کردید کدامش بهتر و زیادتر به شما پسند آمد؟ ما همه رو خیلی دوست داشتیم. من فکر میکنم هر نقطه‌ای برای خودش شخصیت و قشنگی خاص خود و منطقه رو داره. خب ببینید مثلا من خودم به 63 تا کشور سفر کردم، همسرم به 67 تا کشور سفر کرده. هر وقت از ما میپرسن کدوم کشور براتون قشنگ‌تر بود اصلا نمیتونیم بگیم، چون هر کشوری زیبایی خودشو داره. همونطور که هر کشوری زیبایی‌های خودشو داره و برای خودش خیلی خاصه، نمیشه مقایسه کرد با کشور دیگه‌ای. همونطور برای شهرهای همون کشور هم اینو میشه گفتش. هر شهری برای خودش لباسای قشنگ دارن، هر زیبایی‌های قشنگ، طبیعت‌های قشنگ دارن. برای همین
من همه رو لذت بردم. تک به تک این شهرها برای من قشنگ بود. تمام اون تاریخی که داریم، چیزایی که یاد گرفتم برای من خیلی آموزنده و زیبا بود. شما طوری میدونیم با فعالیت بلوگری نیز مشغول هستید. بله. میگفتید که در کدام صفحه های اجتماعی سامانه دارید و چقدر پیگیر دارین در این شبکه ها؟ بله، ما حدود 5 سال هستش که پیج اینستاگرام داریم، 2 سال پیج یوتیوبمون رو داریم، کانال یوتیوبمون به اسم Persian Explorers و 1,200,000 فالوور در اینستاگرام و حدود 55,000 سابسکرایبر در یوتیوب داریم که دفعه اولی هم که برنامه کامل کشور تاجیکستان رو توی مدیا گذاشتیم، توی برنامه هامون گذاشتیم. 24 میلیون بار در اینستاگرام ویدیوها دیده شد و ویدیوهای یوتیوبمون هم بالای 1 میلیون بار دیده شد و خیلی از دوستان ایرانی که امسال تشریف آوردن برای نوروز تاجیکستان و ما رو میشناختن، از شبکه‌های ما رو دنبال می‌کردن، گفتن که فقط به خاطر اون ویدیویی که از تاجیکستان گذاشتیم ما امسال اومدیم تاجیکستان رو ببینیم. خیلی برامون این کشور قشنگ بود و خیلی این حس خوبی برای ما داشت که چقدر تونستیم تأثیر بذاریم برای جامعه فارسی زبانان پیجمون، چون ما نه تنها در کنار فارس‌های عزیز و ایرانی‌های عزیز، افغان‌های عزیز رو در کانالمون داریم و این تونسته تاثیر خیلی مثبت باشه که بتونن از کانال ما این کشور زیبای شما رو هم ببینن که چقدر عالی و چقدر قشنگه برای اومدن و سفر کردن در این کشور. سلامت باشید. واقعا هم سامانه‌های اجتماعی امروز یک وسیله مقتدر برای ترغیب و تشویق امکانیت‌های سیاحی میباشند. باز کدام وسیله‌هایی هست که میتوان از آنها کاربری کرد برای باز هم بهتر رشد دادن سمت سیاحی بخصوص در تاجیکستان؟ به نظرم بهترین کانال همون شبکه‌های اجتماعیه، چون که الان واقعا هرچی نگاه کنید تمام این مثلا افراد جاهایی رو که انتخاب میکنن برن یه زمانی یه جایی توی اینستاگرام، توی یوتیوب یه جایی دیدن، تشویق شدن که برن برنامه ریزی کنن برن اونجا، یا روی نقشه مثلا یه علامت میزنن که چقدر خوبه من و حتما باید اینجا رو برم و روزی که بخوان برنامه سفرشون رو بریزن میرن سمت اونجا. و این حالا مثلا برای جامعه ایرانی‌ها الان همین برنامه نوروز رو که ببینن مطمئن باشین که سالهای بعد خیلی بیشتر و بیشتر میان. ولی به نظر من خب قطعا خب دوست دارین که سیاح‌های مثلا غیر فارسی زبان هم بیان دیگه، بیان برای جشن نوروز و حتی خارج از نوروز هم بیان تاجیکستان، دیده بشه که مثلا اینجا چقدر جاذبه داره برای سیاحی. و حالا خودتونم از نظر اینکه چه چیزهایی رو برجسته میکنین توی تبلیغات، مثلا همین که سیاح‌ها که میان مثلا باید تجربه هایی که براشون ایجاد میکنین یه چیزی باشه که خیلی خاص باشه و بقیه دوست داشته باشن بیان همون تجربه رو داشته باشن، هم از طریق بلاگرها هم از طریق اون طوری که خودتون ارائه میدین به اون بلاگرها، که اون بلاگرها برن همینو منعکس کنن، انتقال بدن به بیننده هاشون. آره، یه سری چیزا اگه بتونه بهتر بشه خیلی میتونه تاثیرات مثبتی رو داشته باشه برای کشور. مثلا خب ما یه مشکلی که توی این راه مسیر دیدیم جاده ها بودن. مثلا اگه بتونن جاده ها رو آسفالت کنن، خیلی اون در واقع جاده های خاکی باعث میشد که ما ماشین بالا پایین بپره، ولی در کل میگم قسمت چل دختران و کولا اون قسمت ها بیشتر جاده خاکی بود که من فکر میکنم اگه بتونن آسفالت بکنن که دیگه خیلی خیلی هم بهتر میشه و تجربه کسایی که به این کشور سفر میکنن هم تجربه خیلی بهتر و خاص‌تر خواهد بود. در اولی صحبت گفتین با بسیاری از کشورهای دنیا سفر کردین، یعنی تجربه زیاد دارین از دیگر کشورها نیست و می گفتید که تاجیکستان برای باز هم در همون سطح خوبتر و بهتر برای ماندن ورود سیاحان به تاجیکستان باید باز چی کارها رو به انجام رساند از نقطه نظر شما؟ یکی از کارهایی که من فکر میکنم خیلی تاثیر داره اینه که تعداد پروازها به کشورهای مختلف بیشتر باشه.
مثلا ما خب از همینجا داریم میریم کشور بعدی رو ببینیم، کشور کره و بعد ژاپن. و خب ما چون که پرواز مستقیم از اینجا به اون کشور نبود، برای همین باید بریم ازبکستان، از ازبکستان پرواز کنیم به کره. و من فکر میکنم که اگه اینجا بتونه خیلی تعداد پروازهاشو به کشورهای مختلف زیاد بکنه، این هم میتونه یه تاثیر خیلی خیلی مثبتی رو روی قسمت گردشگری و سیاحتی کشور بذاره. چون خیلی ها مثل ما ممکنه همین مشکلات رو داشته باشن و مثلا از کشورهای دیگه میخوان بیان، باید یه دونه استاپ داشته باشن یا 2 تا استاپ داشته باشن. مثلا ما خودمون از مقیم آمریکا هستیم، از کالیفرنیا میایم، باید میرفتیم امارات، از امارات پرواز میگرفتیم میومدیم اینجا. و خب من فکر میکنم این باعث میشه خودش برای کسایی که دوست دارن سفر بکنن خرجشون، هزینهشون میره بالا. برای همین اون وقت بیخیالش میشن، میگن خب حالا اشکال نداره یک بار دیگه میریم یا میریم یک کشور دیگه. برای همین این خیلی میتونه تاثیر عالی داشته باشه وقتی پرواز مستقیم زیاد باشه به اون کشورهای مختلف در جهان. هم هزینه ها میاد پایین، هم مردم خیلی راحت‌تر میتونن بیان این کشور زیبا رو ببینن. بله دقیقاً. الان خیلی از توریستایی که مثلا خیلی خوش سفرن، زیاد سفر میکنن، از همون چین و کره و ژاپن و مثلا اون طرفا هستن که مطمئنم اونام علاقه دارن بیان تاجیکستان رو ببینن، ولی پروازی نیست برای اونا. فکر کنم یه پرواز از دوشنبه به یه منطقه توی چین بود که اونم به شهرهای اصلی نبود اگه اشتباه نکنم، ولی کلا تعداد پروازها به شرق آسیا اصلا نبود، یعنی پروازی از تاجیکستان به شرق آسیا نبود و این چیزها میتونه تاثیر بذاره. حالا من میدونم برنامه ریزی این مسائل مالی، بهینه‌سازی این شرکت ها، من خودم چون که دکترام تو رشته بیزینس و مدیریت بوده، راجع به این تنظیم اینکه چه پروازهایی وجود داشته باشه مطالعه داشتم. این خیلی پیچیده تر از اینه که من بیام به شما بگم که بیان این پروازها رو بذارین، چون خب میذارین باید ممکنه سوده نباشه. ولی اگه آیندهش رو بخواین نگاه کنین، ممکنه اون هزینه بیارزه که مثلا کشور دولت هزینه کنه که مثلا اون پروازها وجود داشته باشه. در دراز مدت به نفع توریسم کشور میشه، آدمای بیشتری میان به خاطر وجود این پروازها، بیشتر دهن به دهن میشه، گسترش پیدا میکنه و آروم آروم میبینیم که این پروازها هم به تدریج پر میشن. سالهای اخیر سمت سیاحی در بسیاری از کشورهای دنیا همچون یکی از ساحه‌های سردرآمد شناخته شده است و برای این هم بسیاری از کشورها مبلغ‌های زیاد هم جدا میکنند. میخواستیم فهمیم که یکی از جذابیت‌هایی که سیاحان رو باز به خود جلب میکنند، این البته بخطری است. شما از آمدید به تاجیکستان، خودتون رو در تاجیکستان چگونه احساس کردید؟ آیا همون احساس امن و آسایشتگی در تاجیکستان بود در وجود شما؟ بله کاملا. خیلی واقعا هیچ جا واقعا بیشتر از اینجا من احساس امنیت نکردم. یعنی مساوی میتونه باشه ولی دیگه از این بیشتر احساس امنیت نمیشه کرد به نظرم. دیگه کاملا احساس همه چیز در آرامش خاطر کامل اینجا رفت آمد میکنیم. من حتی سری پیش که اومدم کیف کمریمو توی یکی از این پارک‌ها جا گذاشتم. فرداش برگشتم و دیگه یکی از کارکنان داخل پارک پرسیدم و دیگه برام گذاشته بودن یه رستورانی رو بهم دادن. خیلی خیلی جالب بود. یعنی این همه آدم رفته و اومده، این کیف همینجوری اونجا بوده، هیچ کس برش نداشته. خیلی برام نگهش داشته بودن که واقعا افتخار میکنیم که مردم تاجیک انقدر، مردم تاجیکستان انقدر با وجدان و کلا با اخلاقن. چی مناسبت، چی برخورد داشتن با شما مردم تاجیکستان با اون فرهنگی که شما درباره تاجیکستان میدونید؟ آیا این فرهنگ با اون مناسبتی که با شما مردم تاجیک داشت یعنی که در سازش بود؟ بله، من خودم هیچ تصوری از کشور تاجیکستان و مردمش نداشتم، ولی خیلی مردم ها مهمان نواز و مهربون بودن و خیلی خوشحال می شدن وقتی می فهمیدن ما از ایران هستیم و مثل خودشون فارسی حرف میزنیم و خیلی خیلی حسشون به ما خوب بود نسبت به ما و همچنین ما نسبت به اونا حس خیلی خوبی داشتیم و خیلی هاشون تونستیم گپ بزنیم، دوست بشیم و حتی شماره رد و بدل کنیم و خیلی دوستای خوب تاجیک تونستیم تو هم سفر قبلی و چه تو همین سفر پیدا بکنیم. خیلی تجربه مثلا
دیگه بهترین تجربه معاشرتی بوده که ما تا حالا توی سفرامون داشتیم، چون که ما خب زیاد سفر میکنیم، همیشه دوست داریم بریم با افراد اونجا معاشرت کنیم، ازشون یاد بگیریم و بیشتر با مثلا زندگی‌های اون قسمت آشنا بشیم که بتونیم کاملا تجربهمون عمیق باشه، یعنی احساس کنیم که اونجا رفتیم و کاملا درکش کردیم و هیچ جا بیشتر از تاجیکستان این حس رو قطعا نداشتیم، چون که اینجا میتونیم با آدم‌ها ارتباط برقرار کنیم. مردم خیلی گرم هستن، ارتباط برقرار میکنن، تحویل میگیرن، بسیار مهمان نوازی میکنن. خیلی خیلی تجربه خوبی داشتیم از معاشرت و برخورد با مردم عزیز تاجیکستان. چون به تاجیکستان آمدید و از رفت چرابینی‌های نوروزی تاجیکستان نوار کردید برای صفحه‌های اجتماعی خود، چگونه قبول میکنند آن همون پیروان شما در صفحه‌های اجتماعی تاجیکستان را؟ من فکر میکنم که اصلا قبل از اینکه ما شروع کنیم، یعنی اون سفر رو بیایم و ازش محتوا بذاریم، خیلی دانش ایرانی‌ها کم بود در مورد تاجیکستان. تنها چیزی که میدونستن اینه که یک کشوری هست که حالا همزبانیم ولی شاید خیلی هم نتونیم حتی زبانشون رو بفهمیم، یعنی تنها ذهنیتی که بود همین بود، هیچ اطلاعات دیگه نبود. حالا نه برای همه، قطعا خیلی از افرادم آگاهی داشتن، ولی احساس میکنم که خیلی ها مثل خود ما آگاهیمون واقعا پایین بود، ولی خب به خاطر اینکه کنجکاو بودیم، دوست داشتیم یاد بگیریم، برنامه سفر رو ریختیم. وقتی که اومدیم خیلی خیلی فراتر از انتظاراتمون بود، چون که نمیدونستیم مثلا چه خبره و من فکر میکنم که به خاطر همین انقدر استقبال شد از اون محتوای ما و یه روندی رو شروع کرد که خیلی توجه جلب شد، خیلی بلاگرای بیشتری اومدن بعد از سفر ما و الان ذهنیت‌ها کاملا خیلی خیلی مثبته. ذهنیت ایرانی‌ها به تاجیکستان قبلا هم منفی نبود، هیچ وقت منفی نبوده، ولی ذهنیت خاصی نبود در اکثر مردم. الان دیگه همه میدونن که مثلا تاجیکستان یک کشوریه که خیلی خیلی زیباست، خیلی امکانات زیاده، مردم مهربانن، مردم ما رو دوست دارن، خیلی راحت میتونیم ارتباط برقرار کنیم، ارتباط زبانی، و جشن‌های فوق‌العاده زیبایی هم هست و یکی از بهترین جاست برای مسافرت. الان قشنگ من فکر می‌کنم ذهنیت اکثر ایرانیان نسبت به تاجیکستان اینه. سلامت باشید. یکی از سنت و آیین‌های نیک نوروزی این همون پختن خوراک‌های خاص نوروزی است. با شما خوردن کدامی از این طعام‌ها دست داد و چی حلاوت بردید از خوردنش؟ من خیلی از غذاها بخوام بگم، قروتاب رو خیلی دوست داشتم و شکراب. قروتاب خیلی خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه کشک میزنین توش و خیلی طعم خوبی میگیره. من خودم دوست دارم که یکم اون مزه کشک و یکم مزه ترش داشته باشه غذا. خیلی خیلی برام جذاب بود. به سامانک میگیم سمنوهای خیلی خوشمزه داشتین. توی چل دختران سامانکی که درست کرده بودم به شکل کلوچه بود و من تا حالا سامانک رو همیشه فقط به صورت مایع خورده بودم و این کلوچه خیلی خوشمزه بود، هم کم شیرین بود، هم به نظرم جا داره که ما هم بتونیم با خودمون مثلا به عنوان سوغات ببریم. خیلی خوشمزه بود. سمنوهای خیلی خوش طعمی درست شده بود. بر روی این قسمت جشن بین‌المللی نوروزی که رفته بودیم کلی سفره گذاشته بودن و این سمنوها رو گذاشته بودن، سمانک ها رو، و ما میتونستیم تست کنیم. هر کدوم رو من تست میکردم یکی از یکی خوش‌طعم‌تر و خوشمزه و تازه بودش، خیلی گرم و تازه بودش و خیلی من دوست داشتم. غذاهایی که من اینجا خیلی دوست داشتم خب قطعا اون آش پلو خیلی غذای مجلسی و خوشمزه‌ایه، ولی علاوه بر اون اینجا ماستا چقدر خوشمزه است. چکه خیلی ماست اینجا خوشمزه است و غذای محلی همون اون شکراب بود که اون روز فرق شکراب با قروتاب چیه؟ قروتاب کشک داره. اونی که کشک داره، من همون قروتاب اونو خیلی دوست داشتم. ما دوستان دیگه ایرانیمون هم با همون بودن، از تک تکشون پرسیدیم گفتن قروتاب از همش خوشمزه تر بود. اونا رو دیگه هم دوست داشتن ولی گفتیم یه دونه رو انتخاب کن، گفتن قروتاب. در آخر صحبت می‌خواستیم توصیه و پیشنهاد و تمنیات شما رو جهت رشد سیاحی در تاجیکستان دانسته باشین. خب در فرجام میخوام
یه خلاصه از صحبتمون بگم، واقعا من تاجیکستان جز چند تا کشور مورد علاقه، یعنی تاپ برام بالای لیستم قرار گرفته و مطمئنم هر کس دیگه ای که بیاد این تجربه همین حس خواهد داشت نسبت به تاجیکستان، چه ایرانی باشه، چه خارجی باشه، چه میگم غیر فارسی زبان باشه. و فقط باید روی همین بحث تبلیغات و آگاهی مردم دنیا کار کرد به نظرم که اینجا رو تبدیل کنه به یه جایگاه توریستی که لایقش هست به دست بیاره و قطعا تاجیکستان میتونه اون جایگاه رو به دست بیاره و فقط باید رو همین چند تا مسئله کوچولو کار کرد و مطمئنم که در دراز مدت به نتیجه میرسیم. خیلی خیلی باعث افتخارمونه که توی این مسیر تونستیم یه نقشی داشته باشیم توی قدم برداشتن به اون سمت و امیدوارم که قدم‌های خیلی بزرگتری هم برداشته بشه. باعث افتخارمونه که اینجا توی این جشن نوروزی امسال حضور داشتیم. بله خیلی خوش گذشت بهمون. واقعا مردمان خیلی مهربونی دارید. саломат бошед. ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати самимӣ ва бори дигар наврӯзатон муборак бошад. ба тоҷикистон хуш омадед. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. биандагони азиз, ёдовар мешавем суҳбате доштем бо ду нафар сайёҳони эронӣ ки ҳамчунин ба фаъолияти блогерӣ низ машғул мебошанд, ҷаҳондида ва хонум нексифат. бо умеди саломатию, сарбаландӣ ва саодатмандии шумо биандагони азиз мерасем ба поёни барнома. хайр.